سلام بچه ها، به دنیای من یعنی آروی خوش اومدین. من رضا هستم، ملقب به آروی ورلد، و امروز تو این ویدیو میخوام 10 تا از بهترین انیمه های سال 2026 که منتشر شدن یا قرار منتشر بشن رو بهتون معرفی کنم و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و بریم سراغ اصل مطلب. اول از همه از ویدیوی اول شروع کنم، فصل دوم انیمه فریرن. راستش بخوای من زیاد انیمه فریرن رو ندیدم، یعنی فصل اولش رو ندیدم، ولی به نظر انیمه شاهکاری میاد و اگه این انیمه رو دیدین به نظر من خوبه، بد نیست. شخصیت اصلیش هم که دختره، حالا من کاری با این ندارم، ولی خب خیلی هم میگفتن انیمه شاهکاری بوده. شماره 2 فصل 3 جوجوتسو کایسن. یادم یه بار گفتم که از سری انیمه جوجوتسو بدم میاد، ولی خب انگار نظرم عوض شده و میخوام یه فرصتی بهش بدم و اگه قسمت شد ببینمش. اگه هم از این انیمه خوشتون میاد ببینینش دیگه، نظر شخصی من لازم نیست که. شماره 3 جوجو استیل بالرا. این انیمه فکر کنم ادامه سری انیمه جوجوه و فکر کنم ادامه سفرهای جوتارو و جورنو و هرچی که پروتاگونیست این انیمه است باشه. حالا نمیدونم نقش کدوم شخصیت اصلیه یا پروتاگونیسته، ولی هرچی که هست امیدوارم خوب باشه. شماره 4 Witch Hat Atelier. اینو راستش بخوای ندیدمش، ولی یه سری اسپویلا شده برام، از اسمش هم معلومه انگار راجع به یه جادوگری چیزیه. هر کی دیده لطفا نظرشو تو کامنت های یوتیوب بگید، یه نظر من چه ربطی داره. شماره 5 فصل 4 انیمه ریزیرو. راستش بخواین شنیدیم تو فصل 4 سوبارو داره دیوونه میشه طبق اسپویلایی که تو تلگرام و مجازی شدم، و آره سوبارو حق داره، بنده خدا انقدر مرد که دیگه روانی شد بنده خدا. و من فقط تا فصل 3 یا فصل 2 دیدمش، حالا نمیدونم دیگه نظر خودتونه دیگه، تو کامنت ها بگین سوبارو دیوانه شده یا نه، چون من خودم هم انیمه رو ندیدم. نمیگم حالا اسپویل کنینا، فقط خواستم نظر شخصیتون رو در مورد انیمه ببینید. خب بریم سراغ بعدی که فکر کنم ترکونده، یعنی فصل دوم سایبرپانک اجرانرز که همینطور از اسمش پیداست یه انیمه بر اساس یه بازی معروف یعنی سایبرپانک 2077 که فصل اولش به گفته دوستانی که این انیمه رو دیدن و برای من بدبخت باز اسپویل شد یه پایان غمگین داره. حالا من نمیدونم تو فصل دوم چه خبره، ولی خب هرچی که هست. شماره 7 میریم سراغ ریمیک گوشت این دشل که فکر کنم یه سری معروف، فکر کنم ساینت سارو باشه داره درستش کنه. بذار یه نگاه بندازم. Ghost in the Shell جدید بذار ببینم سازندش کیه. سازندش یه لحظه صبر کنید. نسخه جدیدش فکر کنم ساینس ستارو باشه، دقیق یادم نمیاد، ولی بذار دوباره نگاه کنم. آره ساینس ستاروه. ساینس ستارو خیلی طول کشید ببینم سازندش ساینس ستاروه یا نه، ولی خب شرمنده. آره ساینس ستارو یه انیمه هم معرفی درست کرده که ادعا شده در مورد ایرانه، در صورتی که نیست، در مورد مغولستانه و اسم اون انیمه هست جادوگر The Witch in Mongolia که من خودم هم ریاکت تریلرش رو درست کردم و طبق گفته یکی از انیتیوبرها یا یوتیوبرایی که تو حوزه انیمه فعالیت میکنن، متاسفانه انیمه فقط 1-2 قسمتش تو ایرانه، بقیه قسمتش تو مغولستان اتفاق میفته و سازندگاش هم برای ساخته این انیمه رفتن مغولستان نه ایران یا کشورهای حاشیه‌اش مثل ازبکستان و تاجیکستان و جاهای دیگه. بعدی کلاسروم آف د الیت یا الایت، حالا هرچی که هست، فصل 4 که همین امسال میاد و من تا حالا انیمه رو ندیدم دیگه، ولی شاید جالب باشه.
و فصل 4 انیمه اسلایم و فکر کنم من فصل پایانی انیمه بلیچ. این دوتا هم قراره بیاد که حالا من درست انیمه بازم ولی خب کم پیش میاد انیمه ببینم، برای همین زیاد این انیمه ها رو ندیدم، شرمنده. خب بچه‌ها اینم از معرفی تاپ 10مون و امیدوارم لذت ببرین دیگه. لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره.